با اجازه اولیا حضرت مراسم را آغاز می‌کنیم. شهبانوی گرامی، بانوان و آقایان عزیز، با درود بر شما عزیزان که با حضور گرم و پرمهرتان شکوه این آیین را دوچندان کرده اید. امروز مانند هر سال گرد هم آمده ایم تا به یاد و نام شاهنشاه فقید فرزند ایران زمین ادای احترام کنیم. مردی که با همه فراز و نشیب‌های دوران سلطنتش ایران را به سوی نوسازی، استقلال و شکوفایی سوق داد. این مراسم نه فقط یادآور یک فرد بلکه یادآور دورانی از تاریخ است که در آن امید، سازندگی و آرمان ملی در دلها زنده بود. یا رب که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارد. ای درد توام درمان در بستر ناکامی، به یاد توام مونس در گوشه تنهایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. شهبانوی ما همواره و بدون وقفه با تمام وجودش و رفتارش برای ایران و برای زن و مرد ایرانی در هر کجای جهان احترام و آبرو آفریده و کماکان بیافریند تا به آنجا که امروز مادر ایران نام گرفته. ممنون از جناب آقای داریوش شفا. اکنون از حضور گرانقدر شهبانوی ارجمند درخواست میکنم تا با سخنان خود ما را بهره‌مند فرمایند. هم میهنان عزیزم، گرد همایی شما در سراسر جهان در روز درگذشت شاهنشاه فقید ایران یک بار دیگر اهداف متعالی شاهنشاه را برای رفاه و سربلندی ایران و ایرانیان به گوش جهانیان میرساند. شاهنشاه روحت شاد.